اصل قرآن و سنت است. کل علمای اهل سنت میگه اصل قرآن است و سنت است. بعد از او اجماع میه، بعد از او قیاس میه، اجتهادات پسان میه، کلشان. لکن مشکل در چی هست؟ مشکلی است که ما نمیخوانیم، ما از مذهب خبر نداریم، ما کتابهایش باز نکردیم، ما فقط تعصب کردیم، ما فقط تکبر کردیم. اونا چقدر به قرآن عزت میدادن، اونا چقدر به سنت رسول الله صلی الله علیه و عزت میدادن، چقدر خدا فدای دین کرده بودن، ما خبر نداریم. از این خاطر بعضی کسا در مورد از شخصیت ها افراط میکنن و بعضی کسا تفرید میکنن. بعضی ها اینا را از مقام انسانیت میکشن، میبرشان صفات خداوند برش میگه، و بعضی کسایی هستن که با بسیار بی‌ادبی در مقابل از اونا برخورد میکنن و کل ازی اساسش تعصب و تکبر است. و انسان متعصب و انسان متکبر هیچ وقت هدایت نمیشه، هیچ وقت هدایت نمیشه.